سرآمد اندیشه اسلام در سپهر اندیشه‌های انسانی، ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با نیروانا ابرام. دولت‌های قدرتمند اسلامی وقت اسلام تمدن ساخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز و روزه‌داران گرامی. اسلام را گاهی فقط در مسجد خلاصه می‌کنند، در عبادت فردی، در رابطه انسان با خدا. اما تاریخ روایت دیگری داره. اسلام فقط ایمان نساخت، دولت ساخت، قانون آورد و تمدن آفرید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. به درستی که خداوند شما را امر می کند امانتها را به اهلش بسپارید و هنگامی که میان مردم حکم می کنید با عدالت حکم کنید. این همان نکته اساسی است. حکومت در اسلام هدف نیست، وسیله برای عدل و خیر جامعه است. امشب می‌خواهیم با نگاه دقیق و بدون شعار تجربه دولت‌های اسلامی را مرور کنیم تا ببینیم وقت اسلام در جایگاه قدرت قرار گرفت چه نوع حکومت‌های جامعه‌ای ساخت. در منطقه اسلام حکومت امانت الهی است، نه امتیاز برای حاکمان. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند همه شما پاسدارید و هر کس مسئول مردم تحت اختیار خود است. از همان آغاز اسلام به نظم اجتماعی، حقوق مردم، مسئولیت حاکمان و عدالت اهمیت داد. قدرت بدون اخلاق اسلام را از مسیر خود منحرف می کند و تجربه تاریخ نشان داده است هر جا عدالت کنار گذاشته شود حکومت آسیب می بیند. پس از صدر اسلام خلافت اموی نخستین تجربه بزرگ دولتداری را رقم زد. امویان ساختار اداری منسجم ایجاد کردند، دیوانها و نظام مالیاتی دقیق بنا نهادند، سکه رسمی ضرب کردند و همچنان قلمرو اسلامی از اندلس تا آسیای میانه گسترش یافت. اما تمرکز بیش از حد قدرت و فاصله گرفتن از راه عدالت چالش‌هایی ایجاد کرد، همان طوری که قرآن کریم می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. ای کسانی که ایمان آورده اید قیام به عدالت کنید حتی اگر به خودتان باشد. این تجربه به ما می‌آموزد قدرت بدون نظارت اخلاقی و عدالت محوری پایدار نمی‌ماند. خلافت عباسی اوج علم و فرهنگ. با روی کار آمدن خلافت عباسی اسلام چهره تمدن تازه یافت. بغداد پایتخت علمی جهان شد، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها پایه‌های علم و فرهنگ را مستحکم کردند، ترجمه آثار یونانی و فلسفی، پیشرفت در پزشکی، ریاضیات و نجوم، همه نتیجه پیوند قدرت سیاسی با علم و عدالت اجتماعی بود. چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر که راه علم را برود خداوند راه بهشت را برای او هموار می‌کند. در این دوره حکومت نشان داد که می‌تواند پشتیبان اندیشه و تمدن باشد، نه دشمن آن. اما اندلس اسلامی، همزیستی و تمدن. در غرب جهان اسلام اندلس اسلامی را نمونه شگفت از همزیستی و تمدن ارائه کرد. مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در کنار هم زندگی و کار می کردند. دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها و مراکز علمی اروپا را متأثر می ساختند. اسلام به ما می آموزد تنوع دینی و فرهنگی نه تهدید است بلکه فرصت رشد و همزیستی است. چنانچه الله متعال می فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تستفعوا فی امورکم فی اهلها. با اهل علم و دانش خود مشورت کنید. این مشورت و تعامل علمی پایه توسعه و صلح پایدار است. امپراتوری عثمانی، قانون و سیاست. امپراتوری عثمانی آخرین نمونه بزرگ دولت اسلامی بود. عثمانی‌ها نظام حقوقی پیشرفته، دیپلماسی کارآمد، مدیریت چند قومیتی داشتند و نظام یعنی ملت‌ها اجازه داشتند اقلیت‌ها با حفظ هویت خود زندگی کنند. هرچند در اواخر رکود و ضعف مدیریتی که پدید آمد، تجربه عثمانی‌ها نشان داد که اسلام توان اداره امپراتوری‌های بزرگ را دارد. دولت‌های اسلامی نه بی‌نقص بودند و نه شکست خوردند، بلکه تجربه‌های انسانی با موفقیت‌ها و خطاها. یک حقیقت روشن: اسلام توانست دولت بسازد، تمدن بیافریند و جهان را متأثر کند. امروز مسئله این نیست که به گذشته بازگردیم، بلکه این است که چه چیزهایی را از آن تجربه‌ها بیاموزیم و در جامعه امروز به کار ببندیم. از
از دعاهای شما فراموششان نکنید و افطار خوش. در برنامه آینده به سراغ انسان امروز می رویم و می پرسیم اسلام برای بحرانهای زمان ما چه حرفی دارد؟ در پایان این برنامه از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. امید که لحظات پیش رو سرشار از آرامش، نور و قبولیت طاعات باشد. اگر تا دقایق دیگر مهمان سفره افطار می شوید، افطارتان قبول در رایحت و سفره‌هایتان پر از برکت و مهربانی. ما را نیز از دعاهای خیر خویش فراموش نکنید که در این شب‌های عزیز هیچ هدیه‌ای ارزشمندتر از دعای پاک دل مؤمنین نیست. تا دیدار دیگر در برنامه تازه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. افطار خوش. خدا نگهدار. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.